ضمن نشستی مطبوعاتی گفته شد که در دوره حساباتی به مقامات مهنت و شغل اهالی 79223 نفر شهروند مراجعت نمود که از این شماره 60568 نفر همچون کارجو به قید گرفته شده و 34049 نفر رسما مقام بیکاری داده شد. توسط تطبیق چاره‌بینی‌های برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی 40900 نفر به جایهای کاری تامین گردیدند. از جمله توسط جایهای کاری بند شده 4635 نفر و واسطه تشکیل کارهای فردی 1193 نفر صاحب جای کار شدند. همزمان مقامات مهنت و شغل اهالی با مقصد مساعدت نمودن به شهروندان برای دریافت جای کار 483 مراتبه یارمارک جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد گذراندند که در نتیجه 12756 نفر شهروند بیکار و کارجویان به نمودهای گوناگون شغل جلب شدند. از جمله توسط تشکیل و برگزار نمودن یارمارک‌ها 6587 نفر کارجو صاحب جای کار گردیده با 4812 نفر راحت برای کسب آموزی داده شد و 1357 نفر به اجرای کارهای جمعیتی مزدناک سفر برگردیدند. همین طور در نیم ساله یکم سال 2024 در مجموع 106663 نفر شهروند از خدمت‌رسانی‌های دولتی مقامات مهنت و شغل اهالی برخوردار گردیده اجرای برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی برای سالهای 2023-2027 65.4% تامین گردید. در ادامه گفته شد که در دوره حساباتی در مؤسسه‌های تعلیمی کسبی مقامات مهنت و شغل اهالی و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی در جمهوری فعالیت داشته در مجموع 46536 نفر شهروند به کورس‌های خدمات تیاری کسبی و ترتیبی عملی سازی و رسمیات اعتراف صلاحیت کلانسالان و والیداتسیا جلب گردیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته به اندازه 4578 نفر زیاد میباشد. از این حساب توسط تطبیق برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی 11880 نفر توسط اصول خودمبلغ گذاری 25496 نفر به کسب آموزی فرا گرفته شده ملکه کسبی 9160 نفر با شهادتنامه تصدیق کرده شده است. همزمان با مساعدت مقامات مهنت و شغل اهالی با راهخطهای علاوگی 15916 نفر در دیگر مرکزهای تعلیمی در جمهوری فعالیت داشته توسط خودمبلغ گذاری و کورس‌های تیاری کسبی سفر بر شدند. عین زمان در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی لایحه بهترسازی ملکه‌های کسبی و امکانیت‌های به کار تامین‌شوی و لایحه نوسازی حفظ اجتماعی و همگیری اقتصادی تطبیق شده ایستاده است. هدف اساسی لایحه بهترسازی ملکه‌های کسبی و امکانیت‌های به کار تامین‌شوی و وسیع نمودن شغل ثمرناک مطابق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 روانه گردیده است. نتیجه نهایی لایحه به بهترسازی ملکه‌های کسبی و امکانیت‌های به کار تامین‌شوی جوانان، زنان و مهاجران مهنتی در بازار مهنت داخلی و بیرونی نگرانیده شده است. لایحه در شهرهای دوشنبه، راغون، باختر، خوجند و ناحیه‌های دنقره و واسه تطبیق شده 6 شهر و ناحیه جمهوری را در بر می‌گیرد.